هدف فرو بردن دولت جوان تاجیکان را داشت. افسوس که جامعه همی بوده است دولت داری هم کاری آسانه خائنان هم بسیار بودن. یکیش میخواست دولت اسلامی کند، پایبند دیگر کشور بود. دیگرش میخواست دولت دموکراتی کند، از دیگر طرف مبلغ میگیرید خواجگان دیگر کشورها داشت. دیگرش هم میخواستند که دولتی کمونیستی کنند که علاقه پاش بوده بود. دیگری پارچه کردن هدفی تاجیکستان را داشت. در همین بسیار یک ورطه هلاکت بار هم حتی گویم خطا نمیکنیم. وکیلان مردمی بسیار جرأت پیدا کردند صرف نظر از عقیده ها، صرف نظر از اندیشه‌رانی های تفکر